ممکن خود رو معرفی میکردید؟ تشکر زیاد. یک چند سوال داریم. آیا قدم قربان رو میشناسید؟ بله میشناسم. انا می سراینده به شما پسند است؟ پسند است. ما فکر میکنیم که در فرهنگ ما چنین رفتار طرفدار نیستم. یعنی از گفتگوهای شما بعد میاد که قدم قربان به شما پسند نیست. همیشه اینی حال در جای ما اگر قدم قربان نبود شما چیکار میکردید؟ بعد در جای شما اگر قدم قربان میبود یک آغوش میگرفتم. سلام علیکم. یک لحظه شما رو ممکن خود رو معرفی میکردید؟ نوردینف جهانبخش. تشکر زیاد. سمونه دوشنبه لایف هستیم. یک دو سوال داریم به شما. آیا قدم قربان رو میشناسید؟ بله. انا می سراینده به شما پسند است؟ بعضی از سراینده میگویند که یعنی بعضی از مخلصان یعنی بعضی از نفران میگویند که انا می قدم قربان به ما پسند نیست، یعنی این فرهنگ ما رو پس میزنه. شما چی فکر و عقیده دارید؟ بسیار آدم شوخ طبیعت است. از صبح بسیار مردم روشون بریده می شود. یکون بسیار من فکر میکنم یکون عقیده بعد کاملی ندارد. تشکر زیاد. این زمان اگر به جای من قدم قربان بود در رو برایتون شما چی کار میکردید؟ سلام علیکم میکردیم. خوشحال نشدم. قدم قربان را میشناسید؟ بله. علمی سراینده به شما پسند است؟ سرودهایش رو دوست می‌دارید؟ بله. این زمان اگر قدم قربان در جای من بود شما چی کار میکردید؟ همراهش صورت میگرفتم. با او صورت میگرفتید؟ بله. تشکر. یک سوال داریم. آیا قدم قربان را میشناسید؟ علمی سراینده به شما پسند است؟ نه اون قدر پسند است. چرا نه اون قدر پسند است؟ برای این سرودهایش به شما پسند است؟ چرا پسند است؟ این زمان اگر قدم قربان در جای من نبود شما چی کار میکردید؟ آیا قدم قربان را میشناسید؟ سرودهایش را گوش میکنید؟ گو گوش میکنم. علمی سراینده به شما پسند است؟ نه اصلا به ما پسند است. مادامی که پسند نباشد پس چرا سرودهایش را گوش میکنید؟ گو در یکون جایی که میموننش گوش میکنیم تا خودم گوش نمیکنم. تشکر زیاد. سلامت باشید. آیا قدم قربان را میشناسید؟ البته میشناسیم. همچون حافظی تاجیکستان نامی پشتانه. علمی سراینده به شما پسند است؟ البته سرودهایش را گوش میکنید؟ سرودهایش را گوش میکنیم. نه چون هر روز. این زمان اگر قدم قربان در رو برویتون نبود چیکار میکردید؟ البته که به او گوش میگذارم چون که یکم با ما او را از نزدیک دیدگی نسیدم. فقط در آینه میبینم. میخواید که با او یک عکس خاطره بگیرید؟ البته چونه. تشکر زیاد. کدام سرودهایش رو بیشتر گوش میکنید؟ سر تاروزه. تشکر.